سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این سناریو قراره که ارتباطات این دو تا شعبه رو از طریق تانل IP-SEC برقرار بکنیم. شعبه اول سمت چپه، شعبه دوم سمت راسته و این دو تا شعبه از طریق حالا یا مخابرات میتونه باشه یا فضای اینترنت با هم دیگه در ارتباطن. و ما می‌خوایم این تانل رو سکیورش بکنیم و این ارتباط رو سکیور بکنیم که کسی این وسط نتونه دیتایی که داره رد و بدل میشه رو شنود بکنه. خب برای این کار من وارد روتر یا شعبه سمت چپ میشم از طریق این کامپیوتری که اینجا هستش. وارد روترش میشیم و میریم سراغ تنظیمات. آدرس IP که میخوام برای لنم در نظر بگیرم رنج 10 هست. 10.1/24 روی پورت، حالا اینجا چیزاش به هم ریخته، روی پورت 6 من هستش. اوکی. و آدرس IP که برای پورت ونم میخوام در نظر بگیرم، یعنی پورتی که خورده به این قسمت از رنج 172.16 هستش. 172.16.1.1/C و از این طریق با شعبه دوممون یعنی با مخابرات در ارتباط. اوکی. من یه بار تست پینگمو بگیرم ببینم مخابراتمون رو مثلا داریم یا نه. تولز پینگ 172.16.1.2 هستش. خب اون سمت رو داریم. اینو میبندمش و همینا. حالا تنظیمات DHCP من انجام میدم که برای شبکه لن من IP بده. IP DHCP سرور، DHCP ستاپ روی پورت 6 من قراره که از این رنج آدرس IP اساین کنه. حالا DNS هم شما میتونید در نظر بگیرید. داره اینجا من فعلا به DNS نیازی ندارم ولی خب میزنم تنظیماتش رو. اوکی. یه بارم ریلیز رینیو میکنیم. IP config/release دوباره رینیو. خب 10.10.254 رو گرفتم. توی DHCP توی قسمت لیزش هم بریم شما ملاحظه میکنید که IP رو گرفتم. این از سمت تنظیمات سمت شعبه اولمون و تنظیمات اولیه‌اش. میریم سراغ شعبه دوم. اینجا هم به همین صورت آدرس IP که برای شبکه لن در نظر گرفتم از رنج 10.20.20/24 هستش روی پورت 6 مون. اپلای اوکی. و توی سمت ونمون هم میزنیم 172.17.1.1/C. اپلای. ببینم که ونو داریم 172.17.1.2. 1.2 میشه همون مخابرات یا اینترنتمون. اینم کلوز میکنم. اینجا هم اوکی. میریم سراغ DHCP IP DHCP سرور DHCP ستاپ روی پورت 6 که به شبکه لن من متصله. چی شد؟ IP پول. یه بار دیگه IP DHCP روی پورت لن. خب اینو میبندیم. نکست. 4 تا 8 نکست و اوکی. یا میریم سراغ کامپیوترمون. کنترل C IP config/release و دوره رینیو. ده 20.20.252 رو گرفته. خب اینجا هم توی قسمت لیز 10.20.20.252 رو ملاحظه میکنیم. حالا میخوایم تانل IP-SEC رو راه اندازی بکنیم. برای این کار ابتدا من یک در واقع دیفالت روت باید بنویسم. یک نت هم باید حتما بنویسم. IP روت. من دیفالت روت هم میزنم به سمت 172.17.1.2 که میشه این دست در واقع روتر حالا اینترنت یا مخابرات.
این از این و سمت شعبه اولمون هم بزنیم IP روت دیفالت راتمون رو سمت 172 16 1 2. اوکی. خب من یه پینگ دشتی میذارم این پایین. فایروالای هر دو تا کامپیوتر رو من آف کردم، این هم شما حواستون باشه. پینگ 100 ببخشید پینگ 10 254-T، یعنی از شعبه دوم دارم این شعبه رو پینگش رو میگیرم، از این سمت هم میگیرم پینگ 10 20 20 252 اینم دشتی میذاریم و میریم سراغ تانل آی پی سکمون. میرم توی آی پی سک. خب ابتدا یه دونه پروفایل باید تعریف بکنم، روی پلاس یا اد کلیک میکنم، میذارم تریپل دز، دفی هلمنمونم مودش رو میذاریم 1024 یا دفی هلمن 2 رو میذاریم. هش الگوریتم رو هم شاوان هستش. اپلای. اوکی، پروفایلمون تعریف شد. میریم توی پیر، باید شعبه دوم رو بهش معرفی بکنم، پیر یا همون جفتش رو بهش معرفی بکنم. آدرس سمت مقابلمون هست 172.16.1 1. یه بارم ببینیم پینگش رو داریم 172.16.1 1. پینگش رو دارم. اوکی. خب لوکال میشه خودش 172.17.1 1. مودمون هم میتونیم تو حالت IKE ورژن 2 تنظیمش بکنیم. اوکی. پیرمون رو تعریف کردیم. آیدنتیتی اینجا میخوایم نوع آتنتیکیشنش رو تعریف کنیم. پیشرت میذارم و میذارم A بزرگ A کوچیک @ 1 2 3 4 5 6 و آتنتیکیشنمون هم پیشرت، پسوردش هم اینه. هر دو طرف باید این پسوردشون یکسان باشه. اوکی. پیر میریم پروپوزال. برای فاز دوم یه پروپوزال تعریف میکنم، شاوان، و این تیکارم برمی‌داریم. اینم میتونیم بذاریم روی حالت دز، اپلای و اوکی. برگردیم توی یه لحظه توی پروفایلم. توی پروفایل این قسمت پایین من DPD رو میذارم 5. این کلیدامون هر در واقع ارتباط هر 5 ثانیه یک بار میاد چک میکنم. تیک نتش هم برمیدارم، اپلای، اوکی. پس توی پروفایل اون قسمت پایینم حواستون باشه. اینجا نوع دفی هلمن و اینکریپشن و هش الگوریتم. این پایینم بحث نت و DPD رو داریم. من تمام این موارد رو، تمام این نکات رو توی دورم به صورت کامل توضیح دادم. اینجا بحث کانفیگوریشن و پیاده سازی هستش. پیر و توی قسمت پروپوزالمون هم تعریف کردیم. توی پالیسی، حالا توی پالیسی توی قسمت جنرال پیر 1 همون چیزی که این توی قسمت پیر اومدیم تعریف کردیم، اسمش رو اینجا انتخاب میکنیم. توی حالت تانل از چه سورس آدرس هایی قراره که به چه منبعی یا دستینیشنی متصل بشیم. از 10 20 20 0/24 قراره که با 10 10 10 0/24 ارتباط داشته باشیم. اکشنمون هم میذاریم توی پروپوزالش رو میذاریم تو همون پروپوزالی که تعریف کردیم، اپلای و اوکی. خب سمت راست تموم شد کارمون. میریم سراغ شعبه اولمون توی قسمت IP سک. دوباره به همون ترتیب پروفایلمون رو تعریف میکنیم. اینجا پروفایلمون چی بودش؟ این همین بعد باشه تنظیمات تریپل دز و این تیکا رو برداشتم. تیک نت رو برمیدارم، اینجا رو میذاریم 5. اوکی. این از پروفایلمون. شما اسم پروفایلتون رو میتونید عوض بکنید. اینجا من حالا دیفالت گذاشتم دیگه. پیر هامون رو تعریف میکنیم. خودش در واقع شعبه دوم پیرش رو اینجا معرفی میکنم 172.17 1 1. تست ارتباطمون هم با 1 1 بگیریم. از این سمت 172.17 1 1 استارت. پینگشو دارم، اوکیه. خب 1 1 که میشه شعبه مقابلم 172.16 1 1 هم خودشه. اکسچنج مودمون میشه IKE ورژن 2، همون چیزی که سمت
مقابل تعریف کردیم توی پیر اوکی ورژن 2 به همین صورت اپلای اوکی. توی آیدنتیتی هم پسوردمون A بزرگ A کوچیک @ 1 2 3 4 5 6 و اوکی. خب میریم سراغ پروپوزالمون هم این تیکا رو برمی‌دارم. شاوان و دز هستش. پی اف اس مون هم بعد برداریم بذاریم تو حالت نان. این باعث میشه که سی پی یو در واقع روتر بره بالا لودش و هر چند ثانیه یه بار میخواد کلیدا رو تعویض کنه و این باعث میشه که لود سی پی یو بره بالا. اینو اپلای میکنم، برم این سمت پروپوزال این سمتم ببینم که این تیکو من بردارم میذارم تو حالت نان پی اف اس شو و هر دو طرف یکسان میشه. خب توی پالیسیمون میام تعریف میکنیم، میگیم آقا پیر 1 تانلش فعال باشه، تو حالت تانل مود باید باشه، از 10 0/24 که رنج شبکه لن خودش هست قراره که 10 20 20 0/24 رو ببینه. اپلای توی اکشنش هم پروپوزالمون رو انتخاب میکنیم. اوکی. خب ببینید به محض اینکه زدم ارتباطمون برقرار شد و این تانل آب شدش. حالا یه نکته دیگه هم میتونیم اینجا بررسی بکنیم، توی بحث مخابرات هستش. من میام اینجا تولز، این روتری هستش که اینجا من تعریفش کردم، الان وصل شدم به این روتر. بذارید من بیارمش، میرم توی قسمت تولز، تورچ رو میزنم و اینا یه ذره حالا بزرگترش کنم، استارت، و میبینید که آی پی سک رو داره دیتکت میکنه، یعنی از طریق تانل آی پی سک این دوتا شعبه با هم دیگه در ارتباطن. حالا من بخوام اینو ببندم میام توی آی پی فایروال، توی قسمت فیلتر رول یه رول می نویسم و میام آی پی سک رو بلاکش میکنم. آی پی سک ESP اکشن بلاک دراپ. اپلای اوکی. اینو من کوچیکش کنم، کامپیوترها من بیارم بالا. الان بعد پینگ اینا قطع بشه دیگه، پینگشون قطع شد چون توی مخابرات شنود شد و اون تانل هم، یعنی اون پورت آی پی سک اومدیم دراپ کردیم ترافیکشون. یه بار دیگه حالا برم فعالش کنم، اینو دیزیبلش میکنم که پینگمون برگرده، ارتباطمون برقراره. شما اگه بخواید بررسی هم بکنید تانلتون رو، میره توی قسمت آی پی سک، اینجا کلیدها یا اس ای هایی که برقرار شده و اکتیو پیر ها رو شما میتونید ملاحظه بکنید هر دو سمت به این شکل. شما میتونید بحث وریفیکیشن رو هم بررسی بکنید. استیتمون هم استبلیش شده، برقرار شده و همه چیز داره به درستی کار میکنه. خب این هم از تانل آی پی سک بین دوتا شعبه‌ای که حالا دیوایسشون میکروتیک هست. حالا توی ویدیوهای بعدی من سعی میکنم مثلا بین فایروال مثلا فورتیگیت و میکروتیک این تانل رو برقرار بکنه، بین سویچ های سیسکو و میکروتیک، و سعی میکنم تنوع زیادی بین این در واقع دیوایس ها داشته باشیم که تو سناریوهای مختلف شما بتونید این تانل ها رو پیاده سازی بکنید.